همساله در جمهوری تاجیکستان با اشتراک اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان روز دانش تجلیل کرده می شود. این روز رمز احترام به علم، معرفت و آموزگار است. امروز ما نه تنها آغاز سال نو تحصیل را تجلیل می کنیم، بلکه ارزش‌های ملی، وحدت و صلح و خودشناسی ملی را نیز ارج می گذاریم. روز دانش یک رمز آینده سازی و امید به فردای بهتر است. با شرافت استقلالیت و پشتیبانی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، ساحه معارف امروز در مرکز توجه مخصوص قرار دارد. طوری که پیشوای ملت قید کردند، در شرایط جهانی شوی امروز و پیشرفت بی سابقه علم و تکنیک، تنها آن ملت می تواند مقام شایسته خود را در عرصه جهانی صاحب شود که به علم ارج گذارد و به دانش رشد کند.